دور و زمان اگر بخواهیم نمونه این مردان رو، رهرو راه صحابه رو بجوییم که چه افرادی هستند که امروز نه از تهدیدات دشمن میترسند، نه شیفته زن و فرزندانند، به الله دل دادند. نمونه اونها رو میخواهیم اگر بخواهیم بررسی بکنیم، تو همین روز جمعه همه ما و شما نمونه بارز اون رو دیدیم. شهید سرفراز، مجاهد دلاور، جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمه الله تعالی که جا دارد من همینجا شهادت مظلومانه ایشان و در عین حال مفتخرانه و سرفرازانه ایشان رو محضر ملت شهید پرور افغانستان و تمامی مجاهدان و رزمندگان جان برکف اسلام در اکناف عالم تبریک و تسلیت عرض میکنم. مولانا مجیب الرحمن انصاری رادمردی از تبار نیاکان، عالمی ربانی، مجاهدی مخلص، عاشقی دلداده، شیفته الله و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. هرگز در برابر تهدیدهای یهود و نصارا شانه هایش نلرزید. تهدید شد، تهدید به ترورش کردند، وقتش رو هم اعلان کردند که در همین هفته ترور میشی، اما هرگز از تهدیدهای دشمن و از تهدیدهای غلامان و اجیران و بردگان یهود و نصارا نترسید. به رب کعبه قسم یاد کرد که من سر میدم اما دستم رو در دست غلامان یهود و نصارا نمیذارم. بر روی منبر مسجد جامع هرات به لفظ جلاله الله سوگند یاد کرد که والله العظیم من یک جان دارم و اون جانم رو فدای الله میکنم. به وعده خود وفا کرد، از الله خواست ای الله بدنم رو تکه تکه بکن و به بارگاه خودت حاضر کن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. الله میفرمایند از میان مؤمنان مردانی هستند، مردانی که به عهد خود وفا کردند. صدقوا ما عاهدوا الله علیه، به اون پیمانی که با خدایشون بستند وفا کردند. فمنهم من، شهیدان صادقان بر عهد مولا، شهیدان صادقان بر عهد مولا، کبوترهای جنات معلا. فمنهم من قضا نهبه. الله میگه برخی از این رادمردان به عهد خود وفا کردند. سخنان مولانا انصاری در حد شعار نبود، به خدا بر روی مینها قرار داشت، اما مردانه از الله شهادت میخواست. الله میگه بعضی ها به کام دل رسیدند، به مرادشون دست یافتند. فمنهم من قضا نحبه، بعضی ها نوبه خودشون رو گذراندند. و منهم من ینتظر، اما مردان دیگری در انتظار شهادتند. شهیدان جام وصل مردان بردند، رفیقان دم به دم اندر تمنا. بعضی ها در انتظار شهادت هستند. شهادت گوارای وجودت، گوارای وجود نازنینت ای مرد راستین خدا. حقا که زیبنده و لیاقت این شهادت بودی که الله متعال نصیب تو کرد. مردانه زندگی کردی، عاشقانه جام شهادت رو سر کشیدی. انشاءالله صحرای محشر
با قطرات خونت معطر خواهد شد. اما زیبنده هست که خطاب به غلامان و بردگان یهود و نصارا هم عرایضی داشته باشم. همان غلامانی که تا دیروز مسلمانها رو متهم به تروریسم می کردند، با ساختن داعش مسلمانها رو بدنام می کردند، به مسلمانها انگ تروریسمی می زدند و به بهانه داعش ملک عراق شام رو به خاک و خون کشیدند، شام رو به یک خاکستر تبدیل کردند، به زنان و پیرمردان و کودکان مسلمان ها رحم نکردند، به بهانه از بین بردن داعش به جایی که دلهایشون خواست حمله کردند. اما امروز چه شده که برای عملیات انتحاری داعش، برای شهادت مولانا انصاری که داعش اون رو بر عهده گرفته، بهبه و چهچه میزنند، کف میزنند، هورا میکشند، اظهار مسرت و شادمانی میکنند. ثابت شد در این حمله انتحاری که داعش چیزی نیست، داعش کسی نیست جز زاییده افکار پلید شماها داعش رو به وجود آوردید که تا اسلام عزیز رو نابود بکنید. اما دلخوش نباشید به این که با خاموش کردن فریادهای حق طلبانه مولانا انصاری ها صدای حق خاموش میشه و چراغ مساجد و مدارس خاموش میشه. قسم به خدا از قطره قطره خونهای پاک انصاری های دیگر سر برخواهند آورد که زندگی رو در کام شماها تلخ میکنند. رؤیای تسلط مجدد بر خاک افغانستان رو برای شما به کابوس وحشتناکی تبدیل میکنند. شوروی آمد، در خاک افغانستان تکه پاره شد و برگشت. ناتو با تمام قوا و تجهیزات جنگی خودش آمد، در باطلاق افغانستان زمینگیر شد و شبانگاه از بگرام به لانه های خودشون گریختند و فرار کردند. و شما غلامان یهود و نصارا هم بدانید که راهی جز راه اربابانتون نخواهید داشت و در سرزمین افغانستان دفن خواهید شد. ملت آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از فساد او فساد آسیا، در گشاد او گشاد آسیا. دلهای ما با ملت عزیز افغانستان هست. بنده این ضایعه عظیم رو بار دیگر به ملت شریف افغانستان و تمامی غیور مردان و مجاهدان تسلیت عرض می کنم.